بسم الله الرحمن الرحیم. سلام رفقای گلم، حال دلتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یه جلسه دیگه از دوره فوق‌العاده رایگان ثروتساز. من سلام طاهر صدریم و همین اول کار بریم که شروع کنیم مطالب بی‌نظیرمون رو. خدا رو شکر که یه عدتون از همین اول یه سری نتایجی رو دارید میگیرید که واقعا من کیف میکنم. ببینید عزیزای دلم، من خیلی خوشحال میشم از این که شماها دارید مطالبی که بهتون میگم رو بهش اهمیت میدید و اجرا میکنید. حالا شاید خیلیاتون بگید که شاید خیلی فایده نداشته باشه، ولی همین اجرا کردن، همین که تو بگی اگر بشه چی، شاید ذهنت قطعاً یه مقاومتی داره که میگه بابا ول کن، این حرفا برای بقیه است، این چیزا برای بقیه است، اینا که با این چیزا که درست نمیشه. ولی تو ذهنت همیشه به خودت بگو اگر بشه چی، اگر من اون ثروت رو جذب کنم چی. یه بار از خودت این سوالو بپرس. هر بار که حس میکنی این مطالب به دردت نمیخوره و فایده‌ای برات نداره، یه بار این سوال از خودت بپرس که اگر نتیجه داد چی. حداقل هزینه که قرار نیست پرداخت بکنم، نمیدونم جونم که قرار نیست در خطر بندازم، کار خاصی که قرار نیست بکنم، همش ذهنیه. یه بار برم تمرینش کنم، یه بار برم امتحانش کنم، تستش کنم. اگه جواب بده خیلی باحال میشه ها. رفیق گلم، من اینو درست بکنم. خب خیلی خوش اومدید بچه‌ها. ببینید، اولین تکنیک، اولین مورد مهم برای جذب ثروت و وارد کردن ثروت زیاد به زندگی خودت، اولین قدم، میخوام از اولین قدم شروع کنم. چیزی که تو دوره پولی خودم گفتم خوب گوش بده این رو، دفتر خودکارت هم بیار بنویس. اولین قدم برای جذب ثروت زیاد به زندگیمون و رسیدن به خواسته هامون، اولین قدم پاکسازی ذهنمون. خدا رو شکر واقعا چه نور قشنگی داره میاد. به به. پاکسازی ذهنمون، پاکسازی زندگیمون، پاکسازی موبایلمون، پاکسازی اطرافیانمون، پاکسازی ابعاد مختلف زندگیمون، پاکسازی شخصیتمون. خب اولین قدم برای رسیدن به ثروت زیاد و جذب کردن ثروت از جهان اطراف به زندگی خودم، باز کردن درهای ثروت به زندگی خودم، اولین قدمش پاکسازی کردنه. پاکسازی کردن مهمترینش رو میخوام بهت بگم، خیلی سرتو درد نیارم. مهمترین چیزی که باید از همین امروز پاکسازی کنی، چیزهاییه که توجه تو رو خیلی بیخود و الکی به این ور اون ور جلب میکنه، به چیزهایی که اصلا به دردت نمیخورن. توجه منو هی داره میکشونه این ور اون ور. ببین، تو فرض کن که ذهن تو یه همچین چیزیه که تو میخوای نگهش داری. بهت گفتم مهمترین قانون زندگی تمرکزه، مهمترین قانون ثروت تمرکزه. تو میخوای تمرکز کنی تا ثروت رو جذب کنی، تمرکز کنی روی چیزی. این اتفاقی که برات میفته اینه که هی ذهنت میره این ور اون ور به واسطه چیزهایی که میبینی، به واسطه چیزهایی که میشنوی، به واسطه افکار مختلفی که میاد تو ذهنت، نمیذارن تو روی ثروت تمرکز کنی. حالا اینکه چجور تمرکز کنی رو بعداً بهت میگم، نمیذارن تو تمرکز کنی. و ثروتی که تو لیاقتش رو داری الان ظرفیت لازم رو نشون نمیدی. اولین چیزی که باید توش پاکسازی انجام بدی، چیزهایی که رفیق گلم خیلی بهشون داری توجه میکنی، توجه تو رو خیلی میبرن این ور اون ور. نذار آدم ها توجه تو رو به چیزهای مختلف جلب کنن. نذار. اولین چیزی که باید پاکسازی کنی، چیزهایی که میبینی و چیزهایی که میشنوی. هر چیزی رو نگاه نکن، هر چیزی رو گوش نده. یکی از بدترین چیزهایی که بشر امروز و ما آدم ها به شدت درگیرش شدیم، هممون مریض شدیم، بیمار شدیم، معتاد شدیم، زامبی شدیم. هممون
درگیر اکسپلور اینستاگرامی. ببین اکسپلور کشنده است، اکسپلور نابود کننده است، اکسپلور فقر سازه، اکسپلور چی بهت بگم، اکسپلور وقتی تو وارد اکسپلور میشی اتفاقی که برات میفته اینه که یه ریلز میبینی. اولا که خود فضا اکسپلور که 10 تا ریلز پشت سرم، 15 تا 20 تا ریلز همه رو یکی یکی تون فقط نگاه میکنی. اونی که جذابه برات میزنی روش، یه ریلز میبینی. خب بچه‌ها امروز میخوایم بهترین رستوران این شهر رو براتون معرفی کنیم. تو 10 ثانیه ها میریم اونجا، این غذاش خیلی خوشمزه است، این غذاش هم بد نبود، این قیمتش اینجوریه. لایک و ساب فراموش نشه، لایک و مثلا فالو فراموش نشه. خداحافظ. تو 10 ثانیه میری ریلز بعدی. خب بچه‌ها امروز میخوام یه جای تفریحی مثلا اهواز رو بهتون معرفی کنم. بریم اونجا، اینجاش خیلی باحال بود، این قیمت از ما گرفتم، اونم به من این سلام کرد. بریم خداحافظ. ریلز بعدی. بچه‌ها می‌خوایم این غذا رو امروز درست کنیم ببینیم چه مزه میشه. اینو میریزی، اینو میریزی، اینم توش میریزی، خیلی خوشمزه شد. حتما درست کنید. خداحافظ. ریلز بعدی، ریلز بعدی، ریلز بعدی، ریلز بعدی. و اتفاقی که برای ذهن تو میفته اینه که توی نیم ساعت 100 تا ویدیو مختلف می‌بینی. و این فاجعه است برای ذهن تو. ببین ذهن تو ظرفیت این حجم از دیتا و دوپامین رو نداره. تو داری نابودش میکنی دستی دستی. خب حالا جلوتر بیشتر باید توضیح میدم که چجور داره ذهن به واسطه اکسپلور خراب میشه. قبل از اینکه بگم چرا، بذار چند تا از کسایی که توی بحث توسعه فردی خیلی دارن خوب کار میکنن تو دنیا بهت بگم، برات مثال بزنم از حرف اونا که دقیقاً همین حرفا رو زدن. یعنی تو از حرف آدم‌های برتر دنیا میرسی به اینکه باید ذهن خودت رو پاکسازی کنی، باید گوشی خودت رو پاکسازی کنی، باید اینستاگرام خودت رو پاکسازی کنی. یکی از کسایی که تو بحث توسعه فردی خیلی داره خوب کار میکنه ایمان گدزیه که من جسته گریخته یه سری چیزاشو دیدم. ایمان گدزی میگه که وقت تو خیلی با ارزشه. اگر که صاحب کسب و کاری هستی، اگر که تو زندگی دنبال چیزی هستی، تایمی که تو داری در طول روز خیلی با ارزشه. و اگر داخل اینستاگرام، اگر توی فضای مجازی، اگر توی نت چیزهایی رو میبینی که اصلا ربطی به کار تو نداره، ربطی به زندگی تو نداره و در واقع تو رو هیچ خاصیتی برای تو نداره، تو رو جلو نمیندازه تو زندگیت، وقت تو اونجا هدر نده، خودتو بکش بیرون. خب حمزه یکی از برترین های توسعه فردی یه شکل دیگه میاد، میگه که ذهن تو در طول روز یه مقدار دوپامین نیاز داره به صورت طبیعی. بذار مثال برات بزنم. مثلا تو در طول روز قراره که غذا بخوری، قراره که درس بخونی، حالا آدمای مختلفو مثال میزنم، قراره که 8 ساعت کار کنی، مثلا 300,000 تومان 400,000 تومان پول در بیاری، امروز کسب و کار داری چند تا بفروشی، قراره که غذا درست کنی، قراره که با همسرت مثلا تعامل داشته باشی، بری دوستاتو ببینی، بری گردش کنی. اینا هر کدومشون قراره یه کتابی بخونی، آموزش ببینی، هر چیزی، تفریح کنی. هر کدوم از اینها وقتی که انجامشون میدی یه مقدار دوپامین داخل ذهنت ترشح میکنه و تو حس خوب پیدا میکنی وقتی که یه کاری رو انجام دادی. مثلا من امروز قرار بود این لایو رو برگزار کنم، وقتی که لایو برگزار میشه و تموم میشه واقعا حس خوبی دارم، حس میکنم یه تیک انگار توی ذهنم میخوره که یه کار انجام دادی با موفقیت. این موفقیت، احساس موفقیت دوپامین به تو میده و تو خوشحال میشی، لذت میبری. مثلا شاید 10 تا دوپامین به تو بده. وقتی غذا درست میکنی و اون غذا خیلی خوشمزه در میاد و بچه تو ازش تعریف میکنه، همسر تو ازش تعریف میکنه، رفیق تو ازش تعریف میکنه، میگه به بچه غذا خوشمزه ای، مثلا 10 تا دوپامین تو ذهن ترشح میشه، خوشحال میشی. وقتی که امروز میری سر کار و 15 تا جنس فروختی و مثلا 1,000,000 سود کردی، خوشحال میشی، ذهنت 10 تا دوپامین ترشح میکنه.
وقتی یه کتاب میخونی و یه چیزی رو دریافت میکنی که به درد زندگیت میخوره، خوشحال میشی، ذهنت 10 تا دوپامین ترشح میکنه و تو به این دوپامین ها 10 تا به همین 10 تا نیاز داری در طول کل روزت که کل روز تو خوشحال باشی. حالا اینستاگرام چیکار میکنه؟ اتفاقی که توی اکسپلور و اینستاگرام میفته اینه که تو اون دوپامین رو که قرار بود مثلا توی 2-3 ساعت غذا درست کردن یا توی 3 ساعت درس خوندن یا توی 8 ساعت کار کردن به دست بیاری، اون 10 تا واحد دوپامین رو توی 10 ثانیه به مقدار 100 تا به تو میده. اون 10 واحد دوپامینی که تو قرار بود بری توی دل کوه، بری توی طبیعت، با رفقات وقت بذاری، بری کمپ کنی و لذت ببری، همون دوپامین رو بیشترش رو به صورت مصنوعی توی 10 ثانیه به تو میده، در حالی که تو توی خونت نشستی و اصلا هیچ سختی نکشیدی و یه لذت مصنوعی به تو میده. تو 10 ثانیه 100 تا به جای 10 تا تو خوشت میاد، میری ریز بعدی، دوباره توی 10 ثانیه بعدی 100 تا بهت میده، 10 ثانیه بعدی 100 تا بهت میده، 10 ثانیه بعدی 100 تا بهت میده. این اتفاق میفته که تو در کل روزت قرار بود تو کل روز 100 تا دوپامین دریافت کنی، میبینی که 1000 تا دوپامین فقط توی نیم ساعت دریافت کردی و ذهنت خیلی خوشش میاد بدون اینکه هیچ زحمتی کشیده باشی. خب میگه من بابا نه قدمی برداشتم، نه کاری کردم، نه زنگی به کسی زدم، هیچ کاری نکردم، سر جام نشستم، فقط نگاه کردم، 1000 تا دوپامین تو نیم ساعت به دست آوردم. خوشش میاد، معتادش میشه. توی روانشناسی میگن کسی که زیاد داخل اینترنت باشه یه حالتی شبیه اعتیاد پیدا میکنه، ذهنت معتاد میشه و این دوپامین این اکسپلور میشه موادش. اتفاقی که میفته چیه؟ تا اینجا اوکی ها، لذت بردی، کیف کردی، ولی از اینجا به بعدش اذیت کننده است. از اینجا به بعدش تازه چالش زندگی تو. این نیم ساعت میگذره، این 1 ساعت میگذره، تو توی اکسپلور بودی و حالا از اکسپلور در میای، حالا وارد دنیای واقعی میشی، میخوای بری غذا درست کنی، واقعا دیگه میخوای بری سر کار، میخوای کارت انجام بدی، میخوای درس بخونی، میخوای کارهای زندگی تو انجام بدی، کارهای واقعی زندگی تو. خب کاری که واقعا باید انجامشون بدی، میبینی ذهنت انقدر سرشار از دوپامین شده که دیگه اصلا حوصله اون کارا رو نداری. یعنی خیلی به صورت کاملا ناخودآگاه به خودت میگی که من الان این همه وقت بذارم به محمد و علی و مثلا حسن زنگ بزنم، بعد این همه هماهنگشون بکنم، بریم اونور چیپس و ماست و سوسیس و تخم مرغ و همه اینا رو بخریم، محتوام بیارم، اونو هماهنگ کنم، بعد بلند کنیم ماشین رو روشن کنیم، بنزین بزنیم، استارت رو بزنیم، 1 ساعت بریم بیرون شهر، بشیم داخل طبیعت جا پیدا کنیم، آتیش روشن کنیم، غذا درست کنیم، که تهش چی؟ 10 تا دوپامین به من بده. من الان 100 تا دوپامین دریافت کردم بدون هیچ کاری تو 10 ثانیه. بعد چند تا 100 تا 500 تا دوپامین اصلا بدون اینکه هیچ کاری بکنم. و دیگه چرا برم این همه کار بکنم؟ این همه برم غذا درست بکنم، ادویه‌های مختلف، چند ساعت زمان بذارم؟ میگه که نه، ولش کن. تو توی 10 ثانیه میتونی همون دوپامین خیلی بیشترشو به دست بیاری. ولش کن اونو. کارو ولش کن. اینجا خیلی باحال‌تره. ذهنت دوپامین زیاد میخواد و اون کاری که تو دنیای واقعی میخوای انجام بدی که تو رو ثروتمند میکنه، دوپامین کمی به تو میده. ذهنت میگه دوپامین زیاد راحت‌تر انتخاب میکنه، به صورت ناخودآگاه اون مسیر راحت‌تر انتخاب میکنه، میگه ولش کن، برو اکسپلور، برو تو اکسپلور ببینیم چه خبره، برو ببینیم فلانی چی استوری گذاشت، برو ببینیم چی پست گذاشت. خب کاملا ناخودآگاه اینجوری میشه ها. و این میشه که 1 هفته میگذره، 1 ماه میگذره و تو میبینی که کاری که تو 1 روز 2 روز بعد انجام میدادی 1 ماه تو معطلشی و هنوز انجامش ندادی. کاری که تو 1 هفته بعد انجام میدادی 3 ماه معطلشی و هنوز انجامش ندادی، هنوز تمامش نکردی. 1 کتاب 100 صفحه‌ای دیگه 2 ماه مونده اون گوشه خونه. خب حمزه چی میگه؟ میگه دوپامین ذهنی خودت رو پایین بیار
تا بتونی کارهای سخت زندگیت رو راحت‌تر انجام بدی. مثلا تو باشگاه میخوای بری، چرا خیلیامون باشگاه نمیریم؟ چرا خیلیامون ورزش نمی‌کنیم؟ چون دوپامین خیلی کمی رو توی 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 1 سال، 2 سال هر روز یه ذره دوپامین به ما میده. تو هر روز میری کلی دمبل میزنی و ورزش میکنی، میای تو آینه خودت رو نگاه میکنی، میبینی هیچ تغییری نکردی. به خاطر همینه 90% آدمایی که میرن باشگاه تو همون 1-2 ماه اول ول میکنن، چون اینستاگرام بیشتر بهش لذت میده. تو 10 سال اکسپلور بری بدنت ساخته میشه، سلامت میمونی، یا 10 سال باشگاه بری. معلومه که 10 سال باشگاه بری، ولی کدوم انتخاب میکنی؟ اکسپلور رو، چون لذت بیشتری بهت میده، دوپامین بیشتر بهت میده و خیلی راحت تره. پس عزیزم اینو حذفش کن. این داره به تو ضربه میزنه. لوک بلمار یکی دیگه از آدم‌های موفق دنیا و یکی از بزرگترین کسایی که توی بحث توسعه فردی داره کار میکنه، پشه خیلی اذیت میکنه. چی میگه؟ میگه ما در طول روز ترافیک ذهنی زیادی برای خودمون درست میکنیم با اکسپلور رفتن، بیشترش با اکسپلور رفتن. ترافیک ذهنی برای خودت درست میکنی، ترافیک ذهنی و یه حجم زیاد از دیتا هایی که اصلا بهشون نیازی نداری، لازمت نیستن تو زندگی. بعد میگه وقتی تو ترافیک ذهنی پر از چیزهایی شد که بهشون لازم نداری، مثلا تو همین امروز تمام چیزهایی که دیدی تو اکسپلور آیا واقعا مورد نیازت بود؟ همین الان نیازته؟ خیلی هاشو اصلا نیازی نداری، فقط با حال برات. اصلا به تو چه ربطی داره که تو فلان کشور غذا رو با چی میخورن به جای قاشق چنگال؟ به تو چه؟ به تو چه ربطی داره که تو فلان کشور ماهی رو مثل ما نمیخوام، اون شکلی میخوام؟ به تو چه ربطی داره؟ تو چی کار داری که نمیدونم فلان جای ماشین شاسی بلند رو چجور باید تعمیر کرد که خراب نشه؟ تو اصلا شاسی بلند داری مگه؟ تو برو پراید خودتو بچسب. میگه لوک بلمار میگه وقتی تو ترافیک ذهنیت زیاد شد از چیزهایی که لازمشون نداری، اون وقت نمیتونی، خوب گوش کن این حرفو، نمیتونی تمرکز کنی روی چیزهایی که لازم داری بهشون. نمیتونی تمرکز کنی روی ثروت، نمیتونی تمرکز کنی روی زندگیت، نمیتونی تمرکز کنی روی آرامش، نمیتونی تمرکز کنی روی کارت، روی درست. چرا؟ چون ذهنتو پر کردی از چیزهایی که اصلا بهشون نیازی نداری. بزرگترین مولتی میلیاردر دنیا ایلان ماسک که صاحب توییتره، خب قبلا صاحب اینستاگرام بود فکر میکنم، آره دیگه، شرکت متا، اینستاگرام، فیسبوک، توییتر، پر جمعیت ترین اپلیکیشن های دنیا. خودش فکر میکنی چقدر تو فضا مجازی مگه وقت میذاره؟ برو نگاه کن، مگه چقدر پست و استوری میذاره؟ اصلا خودشو زیاد درگیر این نمیکنه. خودش اینو برای ما ساخته ها، ولی خودشو خیلی درگیر این چیزا نمیکنه. چیزای مهمتری تو زندگیش داره. اصلا همینو پیشنهاد میده. خب چی بودی؟ بنابراین تو باید گوشی خودت رو، مخصوصا زندگی خودت رو، مخصوصا موبایل خودت رو، مخصوصا اینستاگرام خودت رو پاکسازی کنی. پاکسازی که بهت میگم یعنی چی؟ نمیگم کلا بزن پاکش کن، این شکلی که اصلا نمیشه. یعنی همین لایو هم که هر روز من میذارم دیگه نمیتونی ببینی. بعضیا میگن پاک کن، بزن کلا حذفش کن، ولی خب این شکلی که کلا دیگه هیچی نمیبینی. نه، من نمیخوام بهت بگم پاک کن، ولی این کاری که بهت میگم رو حتما انجام بده. این شکلی که به جای که به اینستاگرام رو حذف کنی، باید پاکسازیش کنی. مثل خیلی از چیزایی که بهت میگم چجور پاکسازی کنی. چجور اینستاگرام رو پاکسازی کنی؟ 2 روش بهت میدم، هر کدوم رو دوست داشتی امتحان کن. 1، کلا بزن پیجتو حذف کن، یعنی از اون حساب کاربریت بیا بیرون، دیلیت اکانت.
حالا اکانتتو نمیگم حذف کن که دیگه نتونی بهش برگردی، کلا این حساب رو ازش بیا بیرون، یه حساب جدید درست کن، یا میری داخل لیست کسایی که فالو کردی همه رو میزنی آنفالو میکنی. کلی پیج هستن 99% رو هیچ وقت نیازشون نداری، یا حالا نیازشون نداری، میزنی همه رو از دم آنفالو میکنی. بیرحمانه. ببین بیرحمانه با این قضیه برخورد کن. نزنی میخوری. تا الان خوردی، زیادم خوردی، خودت خبر نداری، خبرم داری دیگه. این چه وضع زندگیه که تو داری؟ نزنی میخوری. یا بیرحم باش تو این قضیه. بزن همه رو پاک کن. پس یا کلا پیج تو از حسابت میای بیرون، یه حساب جدید درست میکنی، یه پیج جدید میزنی، یا اینکه تو همون پیجت میزنی یکی همه رو آنفالو میکنی. اگه نمیتونی آنفالو کنی فعلا اون حسابو حذف کن، بعدم برو توش 3 ماه دیگه برو توش 3 ماه دیگه این پیجو فالو کن. فعلا نمیخواد، فعلا تو نیاز به درمان داری، نیاز به پاکسازی داری. بعداً 3 ماه دیگه میتونی همه اینا رو برگردونی. تو این 3 ماه ازت میخوام همه پیجایی که الان داری رو آنفالو کنی، یا کلا این حساب بزنی بره، یه حساب جدید درست کنی و فقط 5 الی 10 تا پیج که واقعا توی زندگیت مؤثرن رو فالو داشته باشی. یکیش پیج منه، یکیش مثلا پیج محمد بصیریه، یکیش پیج احمد کرات است، یکیش پیج شیما یوسف‌ونده، یکیش پیج مثلا آشتیانیه. پیج هایی که ببین باید نقطه زنی کنی. چجوری ایران دیدی موشکاشو نقطه زنی میزد، مثلا به ساختمونا بغلی نمیزد، فقط اینو میزد. ببین پیجای مختلف رو فالو نکن، این به درد میخوره، این به درد میخوره، اون به درد میخوره، اینم داشته باشم، اونم داشته باشم، اینم بد نمیشه. نه، یه دونه، 2 تا، همین یه دونه فقط. دیگه اونایی که بهت پیشنهاد میده نه، راحت محکم بهش بگو نه، فالو نکن. 5 تا الی 10 تا پیجی که واقعا به دردت میخورن، یعنی همین امروز تو بخوای نگاهشون کنی، همین الان به دردت میخوره، باید بری اجرا بکنی. این شکلی مثلا 3-4 تا پیج توسعه فردی خوب که میدونی نگاهشون میکنی و واقعا ارزشمنده، مثل پیج من که حتما داشته باشش، استوریامو ببینی، لایوامو ببینی، پستامو ببینی. مثلا میخوای تناسب اندام تو بهش برسی، یه دونه پیج تناسب اندام، یه دونه مثلا پیج تغذیه که واقعا مفیدن، همین، تموم. همین، بیشتر 10 تا نره اون عدد فالوینگ، بیشتر 10 تا نره، بیشتر 10 تا بره میشه سم. الان چند تاست؟ همین کسایی که الان هستی تو لایو به من میگه تعداد فالوینگاتون چند تاست. من خودم، حالا من که الان الان خیلی هدفمنده کسایی که فالو کردم، نزدیک فکر کنم 500 تا هست، ولی قبلا تا 1000 تا هم رفته بود کسایی که اصلا هیچ هدفمندم نبود. خب ولی این 10 تایی که بهت میگم فالو کردن هدفمنده. فالو کردن هدفمند خیلی بهت کمک میکنه. تو الان 1000 تا فالوینگ داری که بی هدفه، 10 تا فالوینگ داشته باشی که هدفمند باشه، زندگی تو از این رو به اون میکنه. هر بار دیگه میای تو اینستاگرام مثلا یه چیزی میبینی که همون روز به دردت میخوره. خب این که چه سودی برای تو داره، 3 تا فایده مهم برات داره که یکیشو الان سریع بهت میگم، جلسه بعدی یعنی فردا بیشتر در موردش توضیح میدم. یه فایده مهمش اینه که از اون دنیای توهمی که برای خودت ساختی تو ذهن خودت میای بیرون. اینو باید تجربه کنی، من تجربه کردم. از دنیای توهمی و ساختگی ذهن خودت میای بیرون و وارد دنیای واقعی میشی. تازه یه سری چیزها رو میبینی، تازه یه سری چیزها رو میفهمی که اصلا از قبل اینا رو اصلا حواست بهشون نبوده. یه جوکی هست میگن که میگه طرف اینترنتش که تمام شد اومد بیرون، دید چقدر باباش پیر شده، مامانش فوت کرده. حالا نه این شکلی ولی همچین چیزی. واقعا الان تو حالا نداری این جوکشه،
ولی واقعا الان ما یه دنیایی تو ذهنمون ساختیم و فکر میکنیم داریم تو اون دنیا زندگی میکنیم. این دنیا رو که قطع کنیم بیای وارد دنیای واقعی بشی، تازه با دنیای واقعی، با جهان واقعی روبرو میشی و یه چیزهایی رو میفهمی که قبلا درکشون نمی‌کردی. آدم‌های واقعی زندگیتو می‌بینی. تا الان فکر می‌کردی که این آدم که تو پیجت هست انقدر باهات تعامل داره، چقدر به فکرته. یه هفته که ارتباط قطع میشه باهاش، می‌بینی اصلا یه هفته میگذره یا حالم ازت نمیپرسه، اصلا نمیگه فلانی کوش. همون طرف یکی رو می‌بینی که 24 ساعت کنارته، یه ساعت نبینتت نگرانت میشه. مادرتو می‌بینی که چقدر تو رو دوست داره. اون رفیق تو تازه میبینی که چقدر بهت زنگ زده و تو جوابشو ندادی. هم محله خودت میبینی بابا اونی که هر روز به دایرکت میداد استوریات رو چیز میکرد، اصلا دنیات عوض میشه. دنیای ساختگی که برای خود ساختی فکر میکردی همه آدما این شکلی هن، همه آدما اونجوری هن، میای تو واقعیت میبینی همه چی فرق میکنه. واقعا این اتفاق برات میفته، تجربهش کن حتما. تازه تا الان فکر میکردی که هیچ فرصتی برای رشد کسب و کارت نیست، هیچ فرصتی برای پولدار شدن نیست، همه چی بدبختیه، همه چی بده، توی این مملکت نمیشه رشد کرد، جنگ شده دیگه، فقط باید بشینیم ببینیم چی میشه، نمیشه هیچ کاری کرد، پول دست مردم نیست، فروش نمیره جنسم، من به درد این کار نمیخورم. همش این چیزا بود چون تو اون فضای توهمی بودی. میای بیرون میبینی چقدر فرصت هست، چقدر چیز دارم که میتونم باشون کار بکنم، چقدر فرصت پولسازی دارم. یکی یکی اینا رو اصلا تازه میبینی. پس این اولین سودش بود. چیزهای فایده ها و سودهای بعدیش رو فردا بهت میگم. بنابراین چیزی که ازت میخوام اینه که از همین امروز، یعنی بعد از اینکه این لایو رو دیدی یا گوش دادی، بری و اینستاگرامت رو پاکسازی کنی. به یکی از اون دو روشی که بهت گفتم بی رحمان، اصلا بهش فکرم نکن، نذار ذهنت خرابش کنه، بگی که نه حالا نمیخواد ولش کن، حالا اینا رو نیاز داری بذار باشه، نذار اینو بهت بگه، همین الان برو این کار انجام بده. لایو جلسه بعدیمون که فردا میشه ساعت 5 عصر، حتما شرکت بکن، به دوستاتم بگو شرکت بکنن. 2 تا از فایده های دیگه پاکسازی رو بهت میگم و یه تکنیک دیگه هم برای پاکسازی بهت میدم که خیلی مهمن، حتما اجراشون بکن. و رفیق گلم، اگر که این اطلاعات برات جذاب و مهم و کاربردی بود و حس میکنی که کاربردیان، ازت میخوام که یه جمله رو حتما یادداشت بکنی. این جمله اصلی و کلیدی کل دوره و پیج منه و اون جمله اینه. یه جمله کلیدی میخوام بهت بگم، خیلی این جمله مهمه، خوب دقت کن. اون جمله اینه که رفیق گلم، عمری که تو داری فقط یک بار، ببخشید، سنی که الان توشی، سنی که الان داری، فقط یک بار تجربهش میکنی. الان 20 سالته، 30 سالته، 40 سالته، 15 سالته، 25 سالته، این سن رو فقط یه بار تجربه میکنی، دیگه بر نمیگرده. هر سنی که تو الان توش هستی فقط یک بار تجربهش میکنی. خیلی حیفه که این شکلی بگذره. این جمله رو یادداشت کن و ازت میخوام استوریش کنی که حال بقیه رو هم خوب کنی، حال فالوورهای خودتو خوب کنی. پس جمله این شد: هر سنی که تو الان داری فقط یک بار تجربهش میکنی. خیلی حیفه که این شکلی بگذره. بنویس، یادداشتش کن و ازت میخوام استوریش کنی که حال فالوورهای خودتو خوب کنی. و این آگاهی بی‌نظیر این جمله‌ای که تک تک کلماتش روش کار شده، فکر شده و تک تک این کلمات ثروت سازن. اینو استوری کن، بذار بقیه هم این جمله رو دریافت بکنم. دمت گرم. اگر که سوالی داری توی کامنت ازم بپرس. و اینجا که هنوز گرمه، فکر میکنم هوا خنک‌تر باشه.
خیلی دوستت دارم. اگر سوال داری بپرس، اگرم نه من برم ببینم. سلام. خیلی خوش اومدید بچه، خیلی خوش اومدید. به به، الهی شکرت. دمتون گرم بچه ها. لایو فردا فراموش نشه، حتما به دوستاتونم بگید، توی پیجتون اعلام کنید که بچه ها بیان، فالووراتون، و از این اطلاعات با همدیگه استفاده بکنید. حتما پاکسازی رو انجام بدید، خیلی به دردتون میخوره. بی نظیر این تکنیک پاکسازی که بهتون گفتم بچه. این یکی از تکنیک هایی که تو دوره پولیمون من بهتون گفتم و الان دارم اینجا بهتون میگم، قدرش رو بدونید. یعنی برای همچین تکنیکی باید کلی پول میدادید، حداقل 5 میلیون پول میدادید. الان رایگان دارم بهتون میگم، قدرش رو بدونید. دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم. تا فردا ساعت 5 فعلا. یعنی خدا رو شکر.